агентии об و هواشناسی تاجیکستان با نشر یک آگاهی ویژه ساکنان و مهمانان کشور را هشدار داد که روزهای 11 و 13 سپتامبر سال جاری با سبب شدت وزش شمال از سمت جنوب و غرب بعضی نویه‌ها با سرعت 18-23 متر ثانیه در بیشتر نویه‌های ولایت ختلان در شهر دوشنبه و نویه توبه جمهوری به عمل آمدن طوفان چنگ و غبار پیشگویی شده بلندشوی افلاشوی هوای اتمسفری اش چنگ پیش بینی کرده می شود. این طوفان چنگ و غبار در زبان مردم با نام‌های خاک بارش یا افغان باد معروف است. در عموم بنا به پیشبینی هواشناسان حرارت هوا در تاجیکستان در روزهای اول هفته جاری نیز از روزها و هفته‌های قبلی پستر می شود، ولی هوای تغییر یابنده و بی بارش پیش بینی می شود. از جمله هوا در غرب ولایت مختار کوهستان بدخشان شبانه 10-15 درجه گرم، در بعضی ناحیه‌ها تا 17-19 درجه گرم، روزانه 27-32 درجه گرم. در شرق ولایت شبانه تا -5 درجه خنک و روزانه 20 درجه گرم می شود. در ولایت سوق هوا در وادی‌ها شبانه 18-23 و روزانه 27-32 درجه گرم می شود. در ناحیه‌های کوهی شبانه 8-13 درجه و روزانه 27-22 درجه گرم می شود. در ولایت ختلان هوا در وادی‌ها شبانه 17-22 درجه گرم، روزانه 24-29 درجه گرم. در دامنکوه شبانه 15-20 درجه و روزانه 26-31 درجه گرم می شود. در ناحیه‌های توبه جمهوری هوا در وادی‌ها شبانه 16-21 درجه گرم، روزانه 28-33 درجه گرم. در ناحیه‌های کوهی شبانه 10-15 درجه گرم، روزانه 28-33 درجه گرم می شود. در شهر دوشنبه هوا شبانه 16-18 درجه و روزانه 29-33 درجه گرم می شود.